حالتون خوبه؟ ممنون. سلام. الان چند وقت عمل کردید؟ 2 ماه. 2 ماه. خدا رو شکر به نسبت 2 ماه بینیتون هنوز ورم داره، ولی ساختار خوبی هست، یعنی بینی صاف. ما از بغل نگاه کنیم خدا رو شکر قوس بسیار زیبایی داره، نوک بینی در واقع مستحکم و بسیار اگه دست بزنید مثل سنگ سفته و این بینی تا 20 سال آینده خدا رو شکر افتادگی پیدا نمیکنه. سرتون رو بیارید بالا خواهرم، پره های بینی هم تا جایی که جاداش واسهتون جمع کردین، البته هنوز ورم داره. متوجه چی میگم؟ و خدا رو شکر بینیتون هم بینی صافه. از نظر تنفسی چه مشکلی دارید؟ ندارید؟ خوبه. بینی شما الان 2 ماه عمل کردید، قطعا بعد از 6 ماه این نوک بینیتون اندازش نصف خواهد شد. خب ولی هیچگاه بینی شما تا 20 سال آینده نخواهد افتاد به خاطر غضروف‌های بسیار قوی که در بینیتون کار گذاشتیم. ولی خدا رو شکر همچنان با وجود ورمی که داره من از ساختارش راضی هستم. ممنون دکتر. مبارکتون باشه. حرفی واسه گفتن دارین؟ نه. مبارکتون باشه. مرسی، خواهش ممنون. کنم. سلام.